مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشاگران عزیزی ما. امروز جمعیت تبریکاتی شهنان در دهه فرقت یعنی اقصای 2 در ناحیه جمعه برای تبریک کردن به خانواده شادروان مراد بابا آمدیم و امروز جشن زادروزی گلجهان بیبی که طول چندین سالها برای خدمت خلق حاضر بودند، همچون ورچ، همچون دکتر، طبیب خدمت کردند و البته امروز تبریکات را از نوع فرزندان آماده کردیم. پیشکش شما عزیزان میکنیم، با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. السلام علیکم مردم اقصای عزیز و عظیم، مردم دهه فرقت، همه شمایان را به خانواده شادروان مراد بابا به جشن زادروزی گلجهان بیبی خوش آمدتان میگویم. مادران عزیز السلام علیکم. عید رمضان گذشته باشد. هم نوروز یک سیل زیبا با طریق شبکه ها دیدیم در اقصای عظیم برگزار شد. به همه شمایان مبارک باشد. امروز گلجهان بیبی زادروز دارد. مادر عزیز، مادر مهربان، بیبی جان عزیز خاندان، زادروزتان مبارک باشد. روز تولد را، مولود خجسته را، امروز میلاد امون را برایتان مبارکباد میگیم. کنی فرزندان بیایید یا شما نزدیکتر هم باشون تکلیف میکنیم. مرحمت. شمس‌الدین اکا، مانی جاویدی، جواهر اکا، مرحمت. انویر ینگا، گلرخسار ینگا، مرحمت. گذارید یا نشان با مرحمت. اپامم گوید گلجهان بیبی زادروز مبارک. شد به حضور. این سین سال مبارک را برایتان مبارکباد میگویم. امروز شما را از نام همه فرزندان، از نام مردم اقصای عزیز، از نام مردم فرقت، از نام فرزند راهدورتان با راهبری جهانگیر اکا، از نام شمس‌الدین اکا، مانی جاویدی، جواهر اکا، از نام کلین که در مسافرت هستند انا رایتی، از نام علمی رایتی، از نام گلرخسار رایتی شما صدقاً تبریک میگویم. گفتم شخصا
جهانگیر صحبت کردیم. میگویم مادری عزیز، مادری غمخوار، مادری یگانه من، فرشته خاندان من، طول چندین سالها همچون سردکتر، همچون ورچ برای خلق و وطنمان خدمت‌های شایان و شایسته کردند. با خلط سفیدشان داغ نغلطانده کار کردند. همراهی شادروان پدرم که در کارهای میلیسیا کار میکردند، یک جای با مهنت‌های حلالشان ما فرزندان را با بایه رساندند. خدا را شکر میگویند فرزندان که چنین پدر و چنین مادر داشتیم. خدا رحمت کند پدر عزیزمان را و عمر بردوامشان را بهر مادرم عطا کرده باشد. از نام فرزندی مسافرتان میرسانم برایتان. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. امروز روز شکرانتان را مبارکباد میگویم. گلجهان بیبی مادر چنین شخصیت بوده است، با بین هر دو دنیا با ایستاده، با یک مشقت با یک عذاب‌ها فرزندان را با دنیا می آورده است. بعد از به دنیا آوردن فرزند شب و روز در سر گوهره نشسته الهای ناز را خوانده ما فرزندان را با بایه می رسانده است و در زیر قدم‌های مادر بهشت و جنت است. شما برای فرزندان عزیزتان گل ریحان خاندان هستید. میگویند میرسد فورم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهوار محبت های او گشتم کلان، گیرمو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را، صبح و شام که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. بار دیگر امروز روز شکرانتان را، روز زادروز و مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. خدا کند که گلجهان بیبی در این سن و سال مبارک 73 سالگی و زیارت عمره و زیارت حج اکبر شما را خداوند لایق بیند و در این کاشانه زیبا فرزندان و یک قطار ایستاده ما آمده خدمت کنیم. حاجیانه زیارت عمره مبارک باشد گفتن برای ما نصیب کند. با چنین نیت‌ها در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش شما میکنیم. روز خرسندیتان مبارک باشد. مرحمت. زیارت حج با میرانست. حج اکبر مبارک. حضور حاجیانه البته عمره مبارک. حج اکبر نصیب کند. گیرید شما کتاب را. و البته شما گلجهان بیبی گلی ثبت خاندان هستید. میگویند همه زن و مادران را یک جا جمع کنیم و از آنها پرسیم از همه تحفه بی‌بها چیست. میگویند اولا اعتبار فرزند، مهر و محبت فرزند بهر مادر، بعد از آن گلدسته زیبا که گل را خداوند و مادر و زنها قیاس کرده آفریده است. همین گلدسته های زیبا پیشکش شما مانند این گل ها همیشه شکوفان و زیب خاندانتان باشد. مرحمت. مبارک باشد. و البته فرزندان یانا شما نزدیکتر میستیم و شیرینی را میبریم. 1120 ساله شوید و در 120 سالگیتان آمده چنین شما را شادباش و تبریک کردن برای ما نصیب کند. ما باشد تا را نزدیکتر میبریم و یک جای شیرینی را میبریم، از آن تداول میکنیم. مرحمت. هم ما یک جای شیرینی را میبریم. زادروز مبارک. حاجیانه شما را کنیم کنیم. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день
танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Евсеев, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья. لطفاً ببین امروز روزی خورسندی است. میخواستیم در این روزی شکرانه‌تان از فرزندان آغاز کردن نیت‌های نیک را شنویم. شمس دینک مرحمت. خیلی امیل روی بولان سر تطور مادر مهربان میخواستیم که همین 100 سالگیتون هم همین خیلی یک جای جشن گرفته با خوش و خورسندی با خوش و توار با حق و همسایه همیشه صحت و سلامت باشید. وقتی ما راهی دوردیم شب و روز کاری دولت همیشه راهنگر بودگیتون دا هزاران شکر. فقط سلامتی میخواهیم. سلامت باشید. رحمت مانیجویتی مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی و همه شما رحمت همخیر. مادر عزیزی ما روزی زادروزتان جشن گرفتن و همه اشتراک هستیم. مادر جان ما این خوشبخت‌ترین فرزندانیم که همخیر مادر داریم. الهیم همه وقت سر مامان با همخیر دعاگوی شده سایبان سر مامان شده گردید. الهیم فقط حضوری فرزند و نیاره‌های دیده هیچ وقت پیر نشود و همه وقت دعاگوی شده گردید. دست بکس میمونه کم سمونکه رحمت سلامت باشند. گلرو سرایتی مرحمت. السلام علیکم مهمانان خوش و تباران خوش آمدید همه شما. نوری دیده کجیسه من امروز روزی بیجان ما بیجان الهیم 100 ساله شوید. در وقتی ما صحت و سلامت باشید. در توی و معرکه های ما سر شده گردد الهیم. چه آرزوهایی که دارید الله به همش رسید. خدا خواهد با زادروزتان را در خانه پسرتان بیاید باید در یک جایگی خوش و تباران را جه زده جشن گیریم. همه وقت صحت سلامت باشه. زادروز مبارک. هزار رحمت سلامت باشند. نبرا چون خیشر میگم خالجانی خاندان ببین گرجهان بیبی بعد از درگذشتن پدر مادر انسان از خواهر و برادر و دادرش چهره آنها رو یاد میکرده است. برای در اینجا خواهرتان نشستن میخواهد شما تبریک گویند. مرحبا. السلام علیکم همه مهمانان آمدگی خوش و تباران برای چرخه همه امروز برای زادروزی خواهر مهربانم همشیره عزیزم برای من هم استاد هم بجای مادر هم بجای دکتری حاضر خدمت کردگی این عقب ما یک جای هر دومون برای مادر عزیزم هم مهنت کردیم هم خواندیم شبها خونه رفتن. منم از پای اپم رفته تا سحر کتاب میخوندم. منم خوابم بردم از پیش همین کتاب میخوندم. برای همینم این اولین استادی من است اپای بزرگوارم. من جدا میندارم از این اپم. ما برای مادر خودمون مهنت میکردیم. مهنت مادرمون رو دیده هم مهنت میکردیم هم میخوندیم هم پدر حرمت میکردیم باباهامون حرمت میکردیم.
میخواهم که من اینجا استادگی نبیره های اپمم همون موندگی همه خیش تبارایم همیشه یکدیگر را حرمت کنند پدر و مادر را حرمت کنند خیش تبارا حرمت کنند جمع شوند همی خیل خرسندی کنند در روزهای خرسندی اپم یکم همی گفتن ممکن است که همی دههای اقصای رفته با زبان روسی در انستیتوت طبی خوندگی قهرمانی کرده گویم من میارزد از بین هم گم نگاه کردگی هم گوساله هم بره هم خوندگی انسان هستند از همین کس عبرت گیرن هیچ وای نمیشود کم نمیشود برای آمدگیاتون بسیار خرسندم الهیم اپم 100 ساله شوند اسدم بذارن عمری بیبی زلیخا مونو بینن برای فرزندها دعاگوی شوند هم یکاشون دعایی نه که همین شخصی بزرگوار گرفته در آینده مثل همین بیویشون آدمای نیک شده به اوی رسند فقط در بازارهای من میگشتم پنجشنبه بازار میگن همین بیچاره که خلقی همین ازبک خیزین کاربون همی مهنت کش همی من مانند کده دویده اومده میپرسیدن شما کی؟ همین عثمان و گلچه میشناسید می؟ اوای خواهری من گویم همین خیل مینداری میکنن مویا همین خیل نگاه میکنن همین خیل نگاه کردگی یک آدمو بیچاره پول ندارد یا خی به پول باید خدمت کرده نگاه کردگیشون اومده مینداری میکنن این خیل آدم البته آدمی بهشتی است بهشت در زیر قدم مادران است میگن که این بسیار راست و حق است الهیم 100 ساله شوند روی کسلی نبینند برای همه ما ستون خاندان شده کردن رحمت السلام علیکم خوش آمدیتون به زادروزی مولودی اپای گلجهانم اپم در فصل ایام گل به دنیا آمدن که پدرم نیز آموزگار بودن به این اپم نام گل جهان را گذاشتن من به این اپم پیری خوشبختانه میخواهم دائما در احاطه فرزندان و نبیرگان شاد باشند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان با هنر این اپای من حقیقتاً سزاوار حرمت و احترامی همین همه می باشند شاد باشید اپای عزیزم هزار رحمت تشکر اما جان مرحمت السلام علیکم از راه دور و نزدیک آمدگی مهمان های عزیز اینا همین جا من ازبکی خواندگی تاجیکی روی گپ زده نمیتونم میبخشیدون همین ینگم همینجا کلون شده آمدگیشون به 51-52 سال شده است ما این کسا بعد از مادرمون دویم جا میدونیم هممون به تعلیم تربیه هر طرف محبت یاردم دادگی همه محلی فرقت حلق پسرقوم همه اولاوبه یاردمشان رسیدگی دویم خطا نمیکنم من ملگب زده نمیتونم این کس به عمری دراز صحت سلامتی سرمون به الهی سربان شده کرد هزار رحمت تشکر گلجهان بیبی میگن چویتی مشاوری من 17 ساله شدم بگذار پیر نشوید در این پیری به دولتی پیری را دیهدی نبینه در اینجا 15 نبیره 2 ابیره قطار در خدمت شما دوان دعای نیکی شما را میخواهند گیرن و نبیره ها را تکلیف میکنیم برای تبریک کردن بیبی جانشان مرحمت نبیره ها میخواستیم شما را تکلیف کنیم مرحمت خوش آمدد نور دیده تاج سر بیبی جان عزیز زادروزتان مبارک باشد الها 100 ساله شد
باید سر مهم ارزنده باشد. السلام علیکم مهمانان گرامی. خوش آمدید نور دیده تاج سر. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. من امروز روزی زیباترین زادروز بیبی جان ما. بیبی جان زادروزتان مبارک باشد. الها در بخت همه ایمان نزدیکان، فرزندان، خواهر و دادران، نبیرگان صحت و سلامت باشد. در دلتان چی آرزو نیت‌های می‌پرورید به همه‌اش رسید. از لبتان خنده، از چهره‌تان تبسم دور نگردد. از همه روزی بدتان چون امروز خرسندی آور باشد. شما را با بهار 73 تان تبریک گفته برایتان تمام خوشی ها را خواهانم. بار دیگر روز تولدتان خجسته و فرخنده پی باشد. بیبی جانی عزیز. آنکه او عمر دعاگوی تو است، در خیالش دیدن روی تو است. مادر است و مادر است و مادر است. پیام و درود حاضرین گرامی، مهمانان عزیز. اینک جشن مولودی مادر کلانمان باعث شده که هممون در اینجا جمع آمدیم. من نخست از نام خودم، بعد از نام پدر بزرگوارم و از نام تمام نزدیکانی که اینجا حضور ندارند بیبی عزیز را با روز میلادشان تبریک و مبارکباد می نمایم. قبل از همه از درگاه خداوند صحت و سلامتی، سربلندی و خانه آبادی و تمام خوشی های زندگی را آرزو دارم. بگذار در دلشان چی آرزو و نیت های دارند تمام آن پیراهن عمل پوشد. شاعر میگوید تاج از فرقی فلک برداشتن، جاویدان آن تاج بر سر داشتن، در بهشتی آرزو ره یافتن، هر نفس شهد بساغر داشتن. روز در انواع نعمت‌ها و ناز، شب بوته چون ماه در بر داشتن. صبح از بام جهان چون آفتاب روی گیتی را منور داشتن. شامگه چون ماهی رویا آفرین، ناز بر امواج اختر داشتن. حشمت و جاهی سلیمان یافتن، شوکت و فر سکندر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است، لذت یک لحظه مادر داشتن. بار دیگر زادروز مبارک باشد. تشکر. آنقدر عوض کردن مادر را، مادر که سرشار مهر است، سرشار محبت است، چشمه خوش نشونده مهر و محبت و صداقت است. باز سخنها باشد میشنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی. من خرسندم که شما با این روز فیروز به خانه ما تشریف آمدید. این روز فیروز یعنی جشن زادروز بیبی جانم است. بیبی جان، من شما را دوست می‌دارم. همه آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نه هم آدمی.
من اپم سعدی اهل کودکیمون نقش بدیم بخوندیم شما هایم خونه التماس سلامت باشد تشکر خانه باز خانیدن بگذار همیشه علم و دانش معرفت و مدنیت از ما دور نگردد شما فرهنگ پروری انا همین دیه هستید همیشه باشید و باشید روز خورسندیتان مبارک اکنون نوبت را به رقص میدهیم یک جای رقصیم خورسندی کنیم همه را به شادی دعوت کنیم مادران عزیز اکنون و بیرون یک جای میرقصیم مرحمت
کنیم چیکار کنیم ناز بدن بیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن بیشترلر اینک عزیزان گلجهان بیبی 73 ساله را در روز زادروز شکرانه‌شان در روز بهترین مولود خجسته‌شان تبریک کردیم. لحظه های خرسندی این خانواده را پیشکش شما کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و البته خود را احتیاط کنید.